بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و صد سلام خدمت شما دانش آموزان کلاس چهارم. خیلی خوشحالم در خدمت شما عزیزان خودم هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام ادامه مبحث قبلی، یعنی در صفحه 40 کتابتون رو با همدیگه پی بگیرید. زحمت بکشید کتابتون رو باز بکنید. بخش اول رو خدمتتون توضیح دادیم. در بخش اول که تمریناتش رو دارید در این صفحه مشاهده میکنید، تمرین در رابطه با 3 تا کلمه که شکل خطشون در قرآن کامل متفاوت شده بود. یکی میم بود مثل لیومه، یکی کاف بود مثل کلمه ربکم، شکل که رو میبینید اینجا، و دیگری شکل را و ز، شکل را و زا هست که ز ر اینجوری داره میبینید نوشته میشه. امروز میخوایم بخش دوم رو با هم دیگه پی بگیریم. خب در اینجا شکل ح رو دارید میبینید، حرف ح، خا و جیم که هر سه اینها شبیه همن، فقط ح نقطه نداره، خ نقطهش بالاشه و جیم نقطهش زیرشه، اما شکل نوشتنشون یه شکله. دقت کنید، با من بگید و تکرار کنید. کلمه اول نحنو، تکرار کنید نحنو، این همون هست، ح همونه، فقط شکل نوشتنش عوض شده. کلمه دوم بخلاقهم، تکرار کنید بخلاقهم. بگید یجادلنا، تکرار کنید یجادلنا. آفرین به شما که با من همراهی میکنید. بریم سراغ تمریناتش تا بیشتر با این کلمات آشنا بشیم. بگید تجری، تکرار کنید تجری. بگید مخلصین، تکرار کنید مخلصین. الخیراتو، تکرار کنید الخیراتو. کلمه بعدی تخفوه، تکرار کنید تخفوه. کلمه بعدی یجحدو، تکرار کنید یجحدو. کلمه بعدی یحبو، تکرار یحبو. کلمه بعدی تجرمون، تکرار کنید تجرمون. کلمه بعدی یجعلوه، تکرار کنید یجعلوه. خب این هم آخرین کلمه از این صفحه، یعنی صفحه 40 بود که عکس این دختر خانم ما رو هم می‌بینید دارن اینجا قرآن رو از روی قرآن کامل تلاوت میکنن. میریم صفحه بعد. در صفحه بعد بچه‌ها صدای کشیده آ رو که قبلا باش آشنا شده بودیم، اینجا داره با شما شکل جدیدی که همون در حقیقت آی کوچولو هست، قبلا هم دیده بودین، رو داره با شما تکرار و تمرین میکنه. ممکنه بعضی جا آ به این شکل باشه، اما بعضی جا آ به صورت آی کوچک باشه. همون آ هست، فرقی نمیکنه. صدای کشیده آ، 3 تا صدای کشیده داشتیم، آ، ای و او. اینجا صدای کشیده آ هست. خب بخونیم و تکرار کنیم. کلمه اول رزقناهم، تکرار رزقناهم. کلمه بعدی سماکم، تکرار کنید سماکم. کلمه بعدی یخادعون، تکرار یخادعون. ماشاءالله. کلمه آخر ادراک و تکرار میکنیم ادراک. دقت کنید بچه ها، بعضی مواقع هست که آ یه ناخوانه اینجوری زیرش اومده، ببینید مثل ادراک، سماکم، این یه پایه است براش ولی خودش ناخوانه است. کسی اینو سمیکم نمیخونه یا ادریکه نمیخونه، ادراک این پایشه، خودش ناخوانه است. بریم سراغ تمریناتش. با من تکرار بکنید، بگیم و تکرار کنیم همه با هم، کسی ساکت نباشه لطفاً. کلمه اول سبحان،
تکرار سبحان. بخونیم صالحا. تکرار میکنیم صالحا. کلمه بعدی یا سماء. تکرار کنید یا سماء. به مدش هم دقت کنید و بکشید حتما. کلمه بعدی بارکنا. تکرار کنید بارکنا. کلمه بعدی ارسلناک. تکرار کنید ارسلناک. کلمه بعدی سماوات. بچه می 2 تا آ پشت سر هم اومده. رو میم آ هست، رو واو هم آ هست. سماوات. کلمه بعدی خالاتکم. تکرار کنید خالاتکم. کلمه بعدی که اتصال هم داره، نون به لام اتصال پیدا میکنه. میخونیمش من الکتاب. تکرار کنید من الکتاب. کلمه بعدی همزه کنار الف. یادتونه صدای آ میداد. آفرین. تکرار میکنیم، میگیم و تکرار میکنیم آثاری. تکرار کنید آثاری. کلمه بعدی تعالی. تکرار کنید تعالی. ماشاءالله به شما که با من میخونید و تکرار میکنید. در شکل چهارم و شرط چهارم در حقیقت اومده یه واو ناخوانا رو پایه کرده برای الف کوچک. صدای کشیده آ روی واو ناخوانا قرار گرفته که بهش میگیم حروف ناخوانا. یادتون هست تو ابتدای کتاب و درس‌های اولیه تو یادآوری رو با هم دیگه دوره کردیم. با من بخونید و تکرار کنید. الصلاة. تکرار کنید الصلاة. الصلوات نخونیدشا. کلمه بعدی الزکات. تکرار کنید الزکات. ماشاءالله. کلمه بعدی حیاتن. تکرار کنید حیاتن. ماشاءالله ماشاءالله. بریم سراغ تمریناتش. با من بخونید و تکرار کنید. فقط دقت داشته باشید همیشه صدای کشیده آب بالای حروف میاد. الان بالای این واو ناخوانا اومده و مربوط به لام هست. کسی صلواتک نمیخونی رو، میخونیم صلاتک. بخونیم با هم صلاتک. تکرار کنید صلاتک. کلمه بعدی کمشکاتن. تکرار کنید کمشکاتن. کلمه بعدی النجات. تکرار کنید النجات. به تشدید نون هم دقت داشته باشید، باید محکم خونده بشه. کلمه بعدی منات. تکرار میکنیم منات. و کلمه آخر از این مثال و تمرین میخونیم بالغدات. تکرار کنید بالغدات. خیلی ممنونم از همراهی شما. و آخرین شرط از این صفحه یعنی صفحه 41 رو با هم دیگه مرور میکنیم. بسیار این درس مهمیه بچه‌ها. اگر لازم شد چندین و چند بار این فایل و فایل قبلی یعنی فایل شماره 1 رو حتما گوش بدید و باهاش تمرین بکنید. خب اینجا همونجور که گفتیم بچه‌ها صدای کشیده آی کوچولو، این آ کوچولو بالا میرفت و میشد آ. اگه بیاد زیر کلمه میشه ای. دقت کنید. کلمه اول بگید و تکرار کنیم با هم. بهی. تکرار کنید بهی. کلمه بعدی عبدهی. تکرار کنید عبدهی. کلمه بعدی هذهی. تکرار کنید هذهی. ببینید بچه‌ها زیر حرف اومده. اینو آ نخونیم و اینو ای میخونیم و تمریناش برای اینکه این کاملا برای ما جا بیفته با همدیگه میخونیم با صدای بلند. همه عزیزان بخونن و تکرار کنن. آفرین به شماها. کلمه اول قدرهی. تکرار کنید قدرهی. کلمه بعدی بصارهی. ماشاءالله. تکرار کنید بصارهی. میخونیمش کلمه بعدی رو طعامهی. تکرار کنید
طعامهی. و آخرین کلمه، یادتونه همزه کوچولو کنار الف صدای آ میداد بچه ها، چجوری میخونیمش؟ آیاتهی. تکرار کنید، آیاتهی. ماشاءالله به شماها که انقدر خوب با من همراهی کردید. خسته نباشید. لطفا این فایل رو اگه لازم هست باز هم نگاه کنید، گوش بدید، باش تمرین بکنید، تکرار بکنید و انشالله بتونید کلمات رو درست و صحیح بخونید. موفق باشید. خدا یار و نگهدار شما عزیزانم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.